اینجا شهر ایرندگان در 70 کیلومتری شهرستان خاش، واقع در استان سیستان و بلوچستان. امروز سفر به روستاها و شهرها به یکی از پرطرفدارترین نوع سفر تبدیل شده. شهر ایرندگان یکی از جاذبه‌های گردشگری دارای مکان‌های تاریخی از جمله قلعه ایرندگان، سنگ نگاره‌های کوه چارگران، غار صداکی، غار گواتامک، قبرستان باستانی که بعضی از آنها در فهرست آثار باستانی ملی قرار دارند. مردمان این شهر بسیار خونگرم و مهمان نوازند. مرکز این شهر که قبل از رودخانه شهر واقع شده ده رئیس نام دارد که دارای یک جمعیت متمرکز است. بنا به سرشماری 1395 13323 نفر بوده و بسیار سرسبز است. این شهر به دلیل موقعیت در مرز مکران و سرحد پوشش گیاهی خاص خود را دارد.